به نام خداوند بخشنده و مهربان. از انس خداوند از او راضی باد روایت است که گفت: اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم مقیم بود 10 روز آخر رمضان را اعتکاف می نشست و اگر مسافر می بود سال آینده 20 روز آخر رمضان را اعتکاف می نشست. روایت احمد. معنای اعتکاف این است که شخص روزدار در مسجد جماعت مشغول طاعت و عبادت شده به دیگر کارها مشغول نمی شود. علما در شرح این حدیث می گویند پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان در مسجد اعتکاف می نشست. اعتکاف نشستن در ماه رمضان طبق مذهب حنفی سنت مؤکده کفایت است. اگر در مسجد جامع کسی اعتکاف ننشیند اهل محله گناهکار می شوند. حکمت اعتکاف نشستن در آن است که شخص روزدار از خیر و ثواب زیاد ماه رمضان به خصوص 10 روز آخر آن برخوردار می شود. به این خاطر اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم به سبب سفر سال اعتکاف نمی نشست، سال آینده 20 روز اعتکاف می نشست و این دلیل سنت مؤکده بودن آن است. در شرح قدوری ذکر شده است که شیخ ازهری گفته است: عجب بر مردم که اعتکاف نمی نشینند و حال آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را ترک نمی کرد. پس برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون حدیث به ما معلوم گشت که 10 روز آخر ماه شریف رمضان را اعتکاف نشستن سنت مؤکده کفایت است. پس خوش به حال آن محله که در آنجا این سنت مؤکده را ترک نمی کنند و آن محله هایی که در آنجا اعتکاف نشسته نمی شود همه آنها گناهکار می شوند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.